امیدوارم که همه چیز براتون خوب پیش بره. خب من این سری اطلاعاتو بگم قبل از اینکه شروع بکنیم. اینو بگم که هدف اصلی وبینار امروزمون آموزشی هستش، این که بتونیم یه سری اطلاعات در مورد استپ‌های اولیه‌ای که چجوری میتونیم در کانادا خونه دار بشیم و با هم دیگه صحبت بکنیم و قرار از دید یک مشاور مالی و از دید یک مشاور مسکن این قضیه رو با هم دیگه بررسی بکنیم که ببینیم چجوری میتونیم خریدار به قول معروف خونه باشیم در کانادا. مباحث مبانی که لازم هستش که هر کسی بدونه رو قرار امروز بررسی بکنیم با هم دیگه. فقط قبلش یه معرفی کوتاهی از خودمون داشته باشیم. من داوودم، لایسنس ادوایزر هستم، کار فایننس انجام میدم در کانادا، به قول معروف توی زمینه سرمایه گذاری توی کانادا، توی زمینه تکس افیشنسی و بیمه های مختلف فعالیت دارم. توی بریتیش کلمبیا، کبک و اونتاریو لایسنس دارم و اجازه فعالیت دارم. آقا مهدی شما دوستان یه کوچولو در مورد خودتون شیر بکنید که دوستان با شما حتما. مرسی داوود جان، بازم ممنون از بچه‌ها که اومدن. من مهدی هستم، توی ویکتوریا زندگی میکنم و مشاور املاک هستم و لایسنس توی بی سی و بیشتر این اطلاعاتی که میدیم همونجور که داوود گفت جنبه آموزشی داره و فوکسمون هم بیشتر رو بحث چجوری ما پولو جمع کنیم و آماده کنیم و اینوست کنیم که خونه بخریم و بحث خونه رزیدنشال هست، یعنی بحث خونه‌ای که برای اینوستمنت هست نیست. خب بریم داوود جان. خیلی هم عالی. 100% دیگه من میگم استارتشو بزنیم. 3:05 دقیقه هم هستش. فکر می‌کنم خیلی هم جون شدن آردی بهمون. و اینو بگم که در انتهای جلسه قرار Q&A داشته باشیم. یه آیکون کوچیکی بعد پایین صفحتون باشه که Q&A اشاره میکنه، یه ریز هند. لطفاً در طول مسیر وبینار ریز هند انجام ندین، ولی حتما سوالات خودتون رو توی چت باکس و توی Q&A بنویسید که در انتها بتونیم از باتن ریز هند استفاده بکنیم و سوالات شما رو هم جواب بدیم و در موردش صحبت کنیم. مرسی آقا مهدی که شیر کردین. این باتم Q&A هستش که میتونید سوالتون اونجا قرار بدین و بعد آخرش در مورد تمام سوالات صحبت میکنیم. و نکته دیگه هم اینه که هیچ کامرای مایکی باز نمیشه برای اینکه بتونیم وبینار رو کامل پیش ببریم. و اینکه فکر می‌کنم به تمام چیزایی که بعد اشاره کردم. آقا مهدی چیزی هستش که شما بخواید اشاره بکنین قبل از اینکه شروع بکنیم؟ نه let's go. فقط دوست دارم بدونم که قبل از اینکه شروع بکنیم ببینیم دوستان از کجا به ما جوین شدن. اینم بگم که قراره در طول مسیر پول داشته باشیم. پول یعنی همون نظرسنجیایی که بتونیم یه سری اینگیجمنت ها رو در طول مسیر با هم دیگه داشته باشیم. و ما پرزنتیشن ها رو فارسی طراحی نکردیم، ولی قراره فارسیشون توضیح بدیم، چون خیلی مباحث هم شاید باعث بشه که بتونید یاد بگیرید و جدید باشه براتون. ولی ببینیم دوستان از کجا به ما جوین شدن. ببینیم که اگه لطف کنید میتونید بنویسید که از کجا ما ملحق شدین. نایس. ایول. از اونتاریو، بریتیش کلمبیا موسلی. از پروینس دیگه هم داریم. ایران. نایس. ایول. خیلی هم خوب. ببینیم کی میبره. ببینیم من اونتاریو هم دوستان، آقا مهدی بریتیش کلمبیان. ببینم اونتاریویی چیکار میکنه. ببینیم اونتاریو چیکار میکنه. نایس. ایول. دمتون گرم. خب ریزالتش اونتاریو برنده شد دیگه، مثل همه اینجا. شیر ریزالت. there you go. خب اوکی. نشون میده که ما بردیم. یکی طلب ما باش. خب خیلی هم خوب. حالا از اونجایی که میدونید تاپیک صحبتمون قراره در مورد خرید خونه اول در کانادا باشه و من دوست دارم بدونم شما دوستان در چه مرحله‌ای الان قرار دارین که شاید اصلا کمک بکنه در طول مسیر که یه سری نکات بیشتری رو هم بخوام باز بکنم. دومین پولی که میخوام بذارم در مورد این که شما در کدوم استپ هستین الان میتونید ببینیم که آیا تازه دارید به خرید خونه در کانادا فکر میکنید؟ آیا برنامه برای خرید تا 3 سال آینده دارید؟ یا آردی اصلا صاحب خونه هستین؟ یا اینکه دوست دارین که بیشتر اطلاعات کسب بکنین؟ ببینیم که دوستان در چه وضعیتی هستن. خیلی هم عالی. صاحب خونه نداریم؟ صاحب خونه نیست؟ صاحب خونه هم داریم. مثل این که خیلی هم خوب. من اجازه میدم که همه بتونن شیر بکنن. نایس. ایول. خیلی هم عالی. اینم ریزالت
داستان. پس اکثر دوستان برنامه برای خرید خونه دارن تا 3 سال آینده. خب پس فکر کنم این وبینار خیلی خیلی بتونه به شما کمک بکنه و یه دونه صابخونه هم داریم مثل این که دوست دارم نظر ایشون هم آخرش بدونم و یه سری هم هستن که برای اطلاعات گرفتنن یا دارن بهش فکر میکنن. خیلی هم خوب. خب بپریم سراغ شروع وبینارمون و اطلاعاتی که قرار درموش صحبت کنیم. اینو بگم که ریزالتش هم شیر کنم شما هم ببینین. کسایی که آره دیدین؟ خیلی هم خوب. خب بریم در مورد این صحبت کنیم که اصلا چه استپ هایی رو باید انجام بدیم که بتونیم خرید اولمون رو در کانادا انجام داده باشیم. من الان اسکرینمو دوست دارم باهاتون شیر بکنم. دوستان اینم بهتون بگم که صحبت‌های امروزمون قراره از یه جورایی سیمپل به سخت پیش بره و با ما همراه باشید، انگیج باشید که بتونید تمام اطلاعات رو دریافت بکنید. الان باید همه صفحه منو داشته باشین. آقا مهدی صفحه منو دارین شما؟ بله عزیزم. خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. خب ببینید میخوام بریم استپ با استپ بررسی بکنیم که چه قدم‌هایی باید انجام بدیم تا بتونیم خونه اولمون رو در کانادا بخریم. اولین قدم‌های مهمی که من دوست دارم از دیدگاه برنامه‌ریز مالی در موردش صحبت بکنم بحث امرجنسی فاند، کردیت اسکور و اکسپنس ترکر هستش. این سه تا چیز خیلی در ابتدا مهمه. قبل از اینکه اصلا فکر به خرید خونه داشته باشیم، باید به این سه تا نکته توجه بکنیم. اولین مسیر امرجنسی فاند. امرجنسی فاند اصلا معنیش چیه؟ این که من اصلا بدونم به قول معروف یک پول دم دستی برای خودم داشته باشم برای نیازهای کوتاه مدت خودم که اگر اتفاقی افتاد بتونم سریع ازش استفاده بکنم. درسته؟ هدفش اینه. دومین نکته اینه که اصلا کردیت اسکور چیه؟ کردیت اسکور رو شاید باش قطعا آشنا باشید دوستانی که در کانادا هستن، چون میدونم افرادی هم از ایران به ما جوین شدن کردیت اسکور رو شاید باهاش آشنایی نداشته باشن. چیزیه که به قول معروف یک به قول بانک به ما ارائه میده که ما میتونیم به قول معروف بارو کنیم ازش و دوباره بهش برگردونیم و خوش حسابی ما رو انگار داره بررسی میکنه و برای این یه اسکوری وجود داره که نشون میده ما اگر چیزهای دیگه بخوایم در آینده بخریم چه اتفاقی میتونه بیفته و خوش حسابی ما چقدر بوده که بر اساس اون میتونن ما رو برای چیزهای مختلفی اپروو بکنن. و اینکه اکسپنس ترکر داشته باشیم، بتونیم هزینه های خودمون رو کنترل بکنیم، حواسمون باشه، لیستی داشته باشیم که بتونه یک برنامه مالی استیبلی رو برای ما ایجاد بکنه. من ببینم اینجا پولی رو جا انداختم. دوست دارم قبل از اینکه در مورد امرجنسی فاند صحبت بکنم بدونم که شما عزیزان آیا برای خودتون داستان امرجنسی فاند رو در نظر گرفتی؟ تو ذهنتون آیا در برنامه مالیتون وجود داره؟ دوستانی که امرجنسی فاند کمتر از 1 ماه دارن، 1 تا 3 ماه، 3 الی 6 ماه، بیشتر از 6 ماه یا اصلا پسنداز اضطراری ندارن. ببینیم که نتایج به چه صورته. چقدر جالبه وقتی چیز داریم، حس مسابقه میده به آدم. این بالا پایین میشه. خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. خب هنوز فکر کنم یه سری شیر نکردن با ما. خب آمار نشون میده که خیلی از افراد بیشتر از 6 ماه امرجنسی فاند دارن که خب خیلی خیلی خوبه، بسیار بسیار بهشون کمک میکنه در خرید خونه. و حالا میخوایم اهمیت امرجنسی فاند رو هم ببینیم که چرا دارم بهش اشاره میکنم برای خرید خونه اولمون. ببینید امرجنسی فاند هدف اصلیش چیه؟ اینه که منو پروتکت بکنه، از من محافظت بکنه زمانی که من جاب لاسی دارم یا اینکامم تغییر کرد، درآمدم تغییر کرد یا جابم از دست دادم. درست؟ نخوام برم به قول معروف توی استرسی قرار بگیرم. دومین چیز اینه که نخوام از بدهی استفاده بکنم، کردیت کارتس یا لون های مختلفی که من رو توی اینترست ها میبره. پس نمیخوام که برای خودم بدهی تراشی بکنم. پس داشتن امرجنسی فاند تو این استپ هم خیلی میتونه کمک کننده باشه. و سومین نکته اینه که به من یه استابیلیتی میده، به من یک به قول معروف استرسم رو کم میکنه، باعث میشه که من مستمر بتونم یه برنامه مالی خوبی داشته باشم وقتی که امرجنسی فاند دارم. اما چه جوری میتونم امرجنسی فاند رو کنار بذارم یا اصلا چطور باید این کار رو انجام بدم؟ ببینید بر اساس اصول برنامه‌ریزی مالی من باید بتونم 3 الی 6 ماه از essential living expense های خودم رو کنار گذاشته باشم. حالا essential living expense چیا هستن؟ هزینه‌های ضروری که در زندگی من به وجود میاد. درسته؟ هزینه فرزند، خوراک، اینها میشن اسنشیال ها. درست؟ باید بتونم 3 الی 6 ماه اونو کنار گذاشته باشم برای خودم و باید جدای از داون پیمنت یا کلوزینگ کاست هایی باشه که براش آردی برنامه ریزی کردم. و کجا باید نگهش دارم؟ امرجنسی فاند رو ما باید
پولی باشه که لیکوید باشه، دم دستمون باشه. لیکوید یعنی مایع، یعنی هر موقع که بخوام بتونم به راحتی ازش استفاده بکنم. پس نباید پولمو بذارم جایی که مثلا لاک باشه. مثلا GIC اکانت های مختلف ممکن اسمش رو شنیده باشید که لاکد این اکانت هستن و پول ما رو قفل میکنن و در صورتی که حالا بهش نیاز داریم نمیتونیم ازش به راحتی استفاده بکنیم. پس این شد داستان امرجنسی فاند که چرا باید در خرید خونه بهش توجه بکنیم. دومین نکته که میخوام در موردش صحبت کنم کردیت اسکور هستش، امتیاز اعتباری ما عملاً که خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنه و فاکتور خیلی مهمیه برای به قول معروف افرادی که میخوان خونه بخرن. چون برای مورگیج اپرووال یا به قول معروف کوالیفای شدن برای مورگیج این اسکور خیلی خیلی میتونه اهمیت داشته باشه. اما چرا اهمیت داره؟ به خاطر اینکه اسکور بالا در کردیت اسکور داره به ما نشون میده، من اینو هایلایتش هم میتونم بکنم، داره به ما نشون میده که higher credit score means better mortgage rates and lower monthly payments. ریت بهتری در مورگیج میتونیم دریافت بکنیم. مانثلی پیمنت های ماهیانه ما کمتر میشه زمانی که کردیت اسکور بهتری داشته باشیم. پس در لانگ ترم خیلی خیلی میتونیم سیو بکنیم اگر که به کردیت اسکورمون اهمیت داده بوده باشیم. و it affects how much you can borrow and which lenders will approve you. به شما کمک میکنه بگه که آقا چقدر به شما میتونن قرض بدن، چه لندرهایی میتونن این کارو برای شما انجام بدن و شما رو اپروو بکنن. A low score can lead to higher interest cost or even mortgage denial. اگر اسکور ما پایین باشه ممکنه اینترست ریت خیلی خیلی بالایی پرداخت بکنیم و اینکه مورگیجمون هم حتی ممکنه دکلاین بشه، نپذیرنش. درست؟ حالا چه جوری من میتونم کردیت اسکور خودم افزایش بدم؟ By paying the bills on time. آن تایم بودنه خیلی اهمیت داره. Keep the credit card balance low. بتونم بالانسش رو کمتر نگه دارم. این که من بیام از همه کردیتم استفاده کنم و کل کردیت یوتیلایزیشن رو داشته باشم اصلا چیز خوبی نیسته، چون داره نشون میده شما خیلی با دت زندگی میکنید. زندگی شما با دت همراهه. درست؟ Use less than 30% of your limit. Under 10% is the best. کمتر از 30% از کردیت رو ما باید استفاده بکنیم. به فرض اگر $10,000 کردیت دارید بهتره که کمتر از $3,000 شما ماهیانه استفاده بکنید و بعد یک جا پرداختش بکنید. وقتی بیشتر استفاده میکنید سعی کنید دیگه ماکسیموم تا 65 الی 70% از کردیت کارت شما بیشتر نباشه. هر چقدر کمتر مصرف میکنید و پرداخت میکنید میتونه خیلی به اسکور شما کمک بکنه. Don't miss minimum payments. حداقل اگر فول پیمنت رو نمیتونید انجام بدید حداقل مینیمم پیمنت رو انجام بدید که افکت نکنه کردیت اسکور شما رو آنچنان. Avoid applying for new credits. درست؟ نریم هی کردیت کارت مختلفی بگیریم. یه کردیت کارت کاسکو داشته باشیم، یه دونه نوفریلز داشته باشیم. این کردیت کارتای زیاد باعث میشه که کردیت اسکور ما هیت بشه هر زمانی که داریم براشون اپلای میکنیم. Keep all the accounts open. خیلی از افراد هستن ممکنه حالا داشته باشن، میگن ما چیکار کنیم؟ اونا رو نبندینشون، لازم نیستش که ببندیم. حالا کاری که شده لازم نیست ببندین و باعث میشه که زمانی که هر چقدر اولدتر باشه انگار هیستوری شما، اون پیشینه شما در کردیت اسکور بیشتر بوده و use credit regularly but lightly. همون چیزی که دقیقاً بالاتر بهش اشاره کردم. کردیت رو استفاده بکنید حتما، اما هیوی استفاده نکنید، یعنی خیلی پرچیس های سنگینی باهاش نداشته باشید که میتونه خیلی کمک بکنه. Small usage, full payment shows responsible behavior. خودتون فرض بکنید دیگه کردیت اسکور داره نشون میده شما چقدر اهمیت میدین به این که پول قرض بگیرین و بدهیتون رو به موقع پرداخت بکنید. خب در مورگیج هم این اهمیت پیدا میکنه دیگه که من مورگیج دارم، آیا بانک منو به عنوان کسی که پیمنتاشو سر موقع پرداخت میکنه میبینه یا نه؟ از این دید که بهش نگاه بکنید میتونید بفهمید که چرا کردیت اسکور اهمیت زیادی میتونه داشته باشه. و در نهایت میخوام در مورد اکسپنس ترکر صحبت بکنم. اکسپنس ترکر یعنی چی؟ یعنی اینکه من بیام حواسم به اکسپنس ها ورودی و خروجی زندگی خودم باشه و این به من چه کمک های میکنه؟ reveals hidden spendings. داره به من کمک میکنه که اون چیزای کوچیکی که من شاید حواسم نباشه، $5 $10 پریمیوم های مختلف که دریافت میکنم حواسم نباشه و از دستم خارج بشه. چون ما میخوایم وارد یک بدهی بزرگی بشیم، یک به قول معروف مورگیج بزرگی رو داشته باشیم، خیلی خیلی خوبه که به استابیلیتی برسیم، به یک روتین درستی برسیم که همه چیز ارگنایز پیش بره. Small daily expenses add up more than people realize. Improves mortgage approval.
این کمک میکنه حتی به mortgage approval ما. Lenders look for consistent cash flow, control discretionary spendings. mortgage approval گرفتن خیلی به ما یعنی میان به این توجه میکنن که من کش فلو یکسانی داشته باشم. درست؟ یعنی یک روتینی رو میاد از تو دل حسابای بانکی ما پیدا میکنه که ختم به این میشه که آیا ما اپروو بشیم یا چقدر اپروو بشیم برای مورگیجمون. helps you save faster. خیلی بهتون کمک میکنه که کات بکنید نویز های مختلفی که وجود داره و سریعتر سیو بکنید، چه برای امرجنسی فاند چه برای داون پیمنت خونه. you can improve what you don't measure. این جمله رو من خیلی دوست دارم. چیزی که شما میجر نمی کنید، چیزی که شما اندازه گیری نمی کنید رو نمیتونید ایمپروو بکنید. پس خیلی مهمه که شروع بکنید به این عادت اندازه گیری کردن اکسپنس های خودتون، هزینه های خودتون و ورودی زندگی خودتون، و اینکه فینانشال استرس رو برای شما کاهش میده. میدونید چقدر میاد چقدر خارج میشه و حواستون به همه اینا هستش. و knowing your numbers give you a confidence. درست؟ با کانفیدنت بیشتری میتونید یه روتینی تو ذهن خودتون داشته باشین که آقا اینقدر من درآمد دارم، اینقدر اکسپنسامه، اینقدر کش فلو میمونه، حالا چه کارهایی باهاش میتونم انجام بدم. پس این میشه اصولی برنامه‌ریزی کردن برای خرید خونه یا برای رسیدن به نقطه فینانشال ایندیپندنسی که در زندگی ما وجود داره. حالا در استپ بعدی میخوام پس بدم به آقا مهدی که کوچولو برای ما در مورد داون پیمنت صحبت بکنن، اینکه چه جوری اصلا داون پیمنت چی هست، چه جوری کار میکنه. حالا استپ بعدی اینه که من بخوام شروع بکنم دنبال خونه گشتن و پیدا کردن خونه و داون پیمنت رو جور کردن. آقا مهدی استیج یورز، بفرمایید. مرسی داوود جون، خیلی عالی بود. خب الان داوود جان از نظر از دیدگاه یه دونه فاینانشال ادوایزر یه سری اینفورمیشن ها به صدای منو داری داوود؟ اوکی. اینفورمیشن هایی که گرفتیم از دید یه دونه فاینانشال ادوایزر. قسمت مورگیج و داون پیمنت رو معمولا شما با یه مورگیج بروکر پیش میریم، ولی ما اینجا میام یه دونه های لول اینفورمیشن به شما میدیم که بدونین تو پروسه خرید خونه چه کار میتونیم بکنیم. خب داوود جان در مورد بحث مورگیج با ما صحبت کرد و مورگیج چیه؟ مورگیج یه لانگ ترم لونیه، یه لونیه که بانک به ما میده که وقتی میخوایم اون خونه رو بخریم. خب پس این مورگیج وقتی گرفته میشه میتونه اون حدود 25 تا 30 سال پیمنت داشته باشه که بخواید اون پرداخت کنه. با همین که یه کامیتمنت طولانیه و اگر شما این پرداخت نکنین این پیمنتاتونو، بانک میتونه بیاد خونه رو به عنوان یه دونه کلاترال بهش میگن، یعنی میتونه خونه رو از شما بگیره. پس این نشون میده که اگر شما پیمنتاتون روی پلن نباشه و اون عادت ها رو نشون ندین، ریسک برای بانک حساب میشه، یا به شما مورگیج رو نمیده یا اگه بده با اینترست ریت بالاتر میده. حالا اگه شما یه خونه رو خواستین بگیرین، شرایط داون پیمنت چجوریه؟ وقتی ما در مورد داون پیمنت صحبت میکنیم، بس اینه که فرض کنین الان یه خونه است که ما میخوایم بگیریم و کل خونه مثلا مبلغش هست $1,000,000. قسمت داون پیمنت اون مقدار پولیه که شما اول باید داشته باشین که تو اون پروسه خرید خونه که میرین نشون بدین که این قسمت رو میتونین پرداخت کنین. یه سری قوانینا وجود داره برای داون پیمنت پرداخت کردن که توی کانادا ما باید 20% برای خرید خونه برای قسمت رزیدنشال پول بدیم و اگر ندیم اون 20% رو شامل این میشیم که ما باید بریم برای اون اینشورنس برای مورگیجمون دیفالت اینشورنس تهیه کنیم. به خاطر همینه که معمولا شما اگه با یه مورگیج بروکر صحبت کنین یا با یه فاینانشال ادوایزر صحبت کنین، همیشه به شما میگن که سعی کنین اون 20% رو داشته باشین. حالا این 20% بر اساس اون بودجه‌ای که دارین، اون خونه که میخواین بخرین تفاوت داره. ولی اگر خونه‌ای که میخرین تا مرز از نظر قانونی اگه تا 500,000 تا باشه که دیگه معمولا خیلی راحت پیدا نمیشه تو این قیمت ها، میتونین 5% رو بذارین و بعد این دیفالت اینشورنس رو بگیرین. از دسامبر 2024 شده تا مبلغ 1,500,000 میتونین باز زیر 20% بذارین که باز باید این دیفالت اینشورنس رو بگیرین. ولی اگه خونه میگیرین که بالای 1,500,000 باشه، حتما باید اون 20% رو داشته باشین. یعنی اینجوری نیست که اگه شما رفتین یه خونه 2 میلیونی خریدین باز میتونین کمتر از 20% داون پیمنت بذارین. اصلا شما اجازه همچین کاری رو نمیده.
و یه نکته دیگه هم که وجود داره، شما اگر بیاین از طریق دیفالت اینشورنس برین جلو، یه باعث میشه که همونجور که گفتم یه ریت بیشتری به شما تعلق بگیره و اون باعث میشه که پیمنت هایی که پرداخت میکنین قسطه بالاتری بگیره. تو پروسه خرید خونه در ابتدا شما همیشه میرین یه پری اپرووال میگیرین که این حالا توضیح میدیم بیشتر جلوتر. بعد از اون میریم یه دونه اپرووال نهایی میگیریم که اونم باز توضیح میدیم که شرطش چجوریه. خب داوود جان برگشت به شما. خیلی هم عالی. خب الان در مورد امرجنسی فاند و اکسپنس ترکر و کردیت اسکور صحبت کردیم و آقا مهدی در مورد اینکه اصلا داون پیمنت چجوری کار میکنه یه سری اطلاعات خوبی رو به ما دادن. حالا نکته بعدی اینجاست که من چی کار میتونم بکنم که بیام داون پیمنت خونه اولمو کنار بذارم؟ از چه ابزارهایی در سیستم مالی کانادا میتونم استفاده بکنم که الان صفحه منو میتونید داشته باشین. آقا مهدی صفحه منو میبینین؟ بله. آره خیلی خوب. خب میخوام در مورد تولز ها و ابزارهایی که در سیستم مالی کانادا وجود داره که به ما کمک میکنه که داون پیمنتمون رو به قول معروف جفت و جور بکنیم در موردش صحبت بکنیم. ولی قبل از اینکه شروع بکنم دوست دارم بدونم که شما دوستان چقدر در مورد حساب ها در کانادا آشنایی دارید که یه پول دیگه‌ای داشته باشیم. چقدر با حساب‌های مختلف مالی در کانادا آشنا هستید؟ اصلاً آشنایی ندارم، کمی میدونم، متوسط یا کاملاً آشنا هستم. بریم ببینیم دوستان تا چه حد اطلاعات دارن. عالی. خب داره عوض میشه. مسابقه بین متوسط و کاملا آشناه. عالی. تا همه جواب بدن یه 2 ثانیه دیگه هم صبر میکنیم. 1 2. There you go. خب پس خیلی از افراد اطلاعاتشون متوسط نسبت به حسابا یا کاملا آشنایی دارن نسبت به حسابا که خیلی کانادا جان شیر نکردی ریزالت شیر نشد. اوکی there you go. share results. خودم میبینم دیگه شیر نمیکنم. خیلی خوب. خب پس خیلی از افراد آشنایی دارن با این قضیه یا اطلاعاتشون متوسطه، ولی بریم یه سری چیزا رو تکمیل بکنیم با هم دیگه، چون من فراتر از اون اطلاعاتی که به قول معروف ممکنه اوورلی بدونیم اینجا اطلاعات گذاشتم که شاید بعضیاش به قول معروف بتونه براشون جدید باشه. میخوام در مورد 3 تا حساب امروز صحبت بکنم و جنرالی کلا حساب‌ها در کانادا. اولین حسابی که میخوام در موردش صحبت بکنم حساب TFSA هستش که به ما کمک میکنه تکس فری پولمون رو رشد بدیم و بدون مالیات پولمون رو از حساب خارج بکنیم. حساب بعدی حساب RRSP هستش که یک حساب بسیار تریکی و بسیار مهمیه که با ما چجوری کمک میکنه اینکه بتونم یکم مالیات سیو بکنم. اسمش جوری طراحی شده که برای ریتایرمنت محسوب میشه، اما میخوام ببینم در خرید خونه چه کمک‌هایی میتونه به ما داشته باشه. و در نهایت میخوام در مورد حساب FHSA صحبت بکنم که خیلی 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 به قول معروف در تایمینگ خوبی قرار داره و اهمیت خیلی بالایی داره برای افرادی که میخوان خرید خونه اولشون در کانادا داشته باشن و یه جورایی تلفیق حساب TFSA یا RRSP میتونه باشه. اول از همه میخوام از کلیت حساب ها شروع بکنم. ببینید اینوستمنت اکانت ها یا حساب های سرمایه گذاری در کانادا به 2 دسته تقسیم میشن: حساب های رجیسترد و حساب های نان رجیسترد. حساب های نان رجیسترد چیا هستن؟ همون سیوینگز عادی خودمون که باهاش تا حدودی آشنا هستیم که این حساب های سیوینگز ما به قول معروف میتونیم داخلشون فاندایی هم داشته باشیم، اما در انتهای سال یه فرم T3 یا T5 دریافت میکنیم که بعد مالیاتشون رو پرداخت بکنیم اگر رشد پولی در حساب سیوینگ شکل گرفته. ولی از طرف مقابل حساب های رجیسترد رو داریم که حساب های رجیسترد از طرف دولت کانادا طراحی شده که بیان یک سری اینسنتیو ها داشته باشن، یک سری مزایایی داشته باشن که به افراد در زمینه‌های مختلفی کمک بکنن. ولی جنرالی کلا حساب ها رو میخوایم در 3 قسمت مختلف بررسی بکنیم. 1. زمانی که من میخوام پولی وارد یک حساب بکنم، دیپازیت یا کانتریبیوشن داشته باشم، 2 حالت میتونه اون حساب داشته باشه. میخوام بیشتر در مورد حساب‌های رجیسترد اینجا صحبت بکنم. 2 حالت میتونه اون حساب داشته باشه: یا اون حساب نان تکس دیداکتبله یا اون حساب تکس دیداکتبل. حالا ممکنه سوال پیش بیاد: داوود تکس نان تکس دیداکتبل و تکس دیداکتبل یعنی چی؟ ببینید، یعنی میاد از درآمد من دیداکت میکنه. درست؟ یعنی چی؟ یعنی هر میزان پولی که من وارد یک حساب بکنم اگر اون حساب تکس دیداکتبل باشد، یعنی در انتهای سال همون میزان از سر درآمد من کم میشه. مثال بزنم:
مثلا اگر درآمد من $120,000 باشه و بیام $20,000 داخل یک حساب تکس دیداکتبل قرار بدم، برای اون سال میلادی $20,000 از سر درآمد من کم میشه. پس نکته کجاست؟ اینه که تکس دیداکتبلیتی داره به من تو اون سال کمک میکنه که من دیگه رو اون $20,000 مالیات پرداخت نکنم بسته برکتی که وجود داره. حالا اینایی که دارم میگم میتونه ریزتر بشه به مطالب مختلفی که خب نمیگنجه که توی یک وبینار کوتاه بخوایم در موردش صحبت کنیم. قطعاً اگر دوست داشته باشین میتونیم جلسات فردی هم در مورد این موضوع داشته باشیم. ولی تا اینجای کار بدونید که نان تکس دیداکتبل و تکس دیداکتبل ماهیتش به چه شکلی. حالا موقعی که پول توی حساب نشسته هم دو تا قابلیت که حساب میتونه داشته باشه، یا میتونه تکس شلتر باشه یا میتونه نان تکس شلتر باشه. یعنی چی تکس شلتر و نان تکس شلتر؟ ببینید حساب‌های تکس شلتر یعنی یه حفاظ مالیاتی بالا سر این حساب وجود داره که تا زمانی که پول تو این حساب نشسته هیچ کسی با مالیات این حساب کاری نخواهد داشت. درسته؟ اما از طرف دیگه حسابای نان تکس شلتر رو داریم. حسابای نان تکس شلتر یعنی چی؟ یعنی در انتهای سال یک فرمی به عنوان T3 یا T5 دریافت می‌کنیم مثل همون سیوینگز عادیمون و هر ساله هر میزان سودی که دریافت کردیم بعد بریم و مالیاتش رو پرداخت کنیم. پس عقل سلیم به ما داره میگه که ما دوست داریم در حسابهای تکس شلتر پولمون رو رشد بدیم. چرا؟ چون لازم نیست هر ساله یه پورشنی از اینوستمنت های من کنده بشه و برای مالیات پرداخت بشه. دوست دارم همون پورشنا بشینه روی اینوستمنت های مختلفی که دارم تو دل این حساب و بزرگ و بزرگتر بشه و کامپاند افکتش بتونه به رقم های خیلی خیلی بالاتری برسه. پس تا اینجای کار حسابای تکس شلتر و نان تکس شلتر هم متوجه شدیم. و از طرف دیگه یه قابلیت دیگه ای حسابا میتونن داشته باشن موقع ویدراوال یا ریدمپشن، موقع خروج پول از حساب. و اون چیه؟ یا اون حساب میتونه تکس فری باشه یا اون حساب میتونه تکسبل باشه. یعنی چی تکس فری؟ یعنی بدون مالیات پول از حساب خارج بشه. تکسبل یعنی چی؟ یعنی مثلا من تو این حساب 10,000 تا پول گذاشتم، شده پولم $100,000. $90,000 سودی که کردم حالا موقعی که میخوام از حساب خارج کنم اگر حساب من تکسبل باشه اون $90,000 میاد میشینه بالا سر درآمد اون سالم و بعد مالیاتشو پرداخت کنم. پس تا اینجای کار فهمیدم که من دوست دارم حسابی داشته باشم که تکس دیداکتبل باشه، تکس شلتر باشه و تکس فری باشه. درسته؟ خیلی هم خوب. حالا بریم سراغ بررسی حساب‌ها دونه بدونه. ببینید حساب‌های TFSA، RRSP، FHSA تمام اینا که می‌خوام در موردش صحبت بکنم تماما حساب‌های رجیسترد. درست؟ و همه حساب‌های رجیسترد قابلیت خوب تکس شلتر بودن رو دارن. حالا بریم اصلا حساب TFSA رو با هم دیگه بررسی کنیم. قطعا به گوشتون خورده اگر در کانادا زندگی می‌کنید حساب TFSA یک حساب بسیار بسیار مفیدیه برای افرادی که در کانادا زندگی می‌کنن. چه قابلیتایی داره؟ موقع ورود پول به من قابلیت تکس دیداکتبلیتی نمیده. یعنی نمیاد از درآمد من کم بکنه. درست که خب یه چیز نوترال یا منفی میتونه باشه. از طرف دیگه گفتیم این حساب رجیسترد، پس تکس شلتره و موقع خروج پولم میتونم بدون مالیات پول از این حساب خارج کنم که اینجا اون جاییه که خیلی خیلی این حساب با ارزش میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر من $10,000 پول تو حساب TFSA گذاشته باشم تبدیلش کرده باشم به $10 میلیون، تمام این پول رو میتونم بدون مالیات از حساب خارج کنم. قطعا دارم اگزاجره میکنم 10,000 تا بده $10 میلیون رو، ولی داره ادوانتج این حساب رو نشون میده. پس داره به من نشون میده که من میخوام مکسیموم تکس فری رشد رو در این حساب تجربه بکنم. و خب دوستان خیلی برمیگرده دوباره به فاند هایی که در این حساب انتخاب میکنیم، ولی دیگه نمیخوام وارد دیتیل فاند ها و اینوستمنت هایی که در حساب TFSA میتونیم قرار بدیم صحبت بکنم. و جنرالی چه کسایی میتونن این حسابو باز بکنن؟ افرادی که رزیدنت کانادا باشن، حالا چه با استادی پرمیت، چه با ورک پرمیت، چه PR، چه سیتیزن، و بالای سن 18 سال باشن و ولید سین نامبر داشته باشن. درست؟ پس تقریبا همه افراد در کانادا میتونن حساب TFSA رو باز بکنن و ازش استفاده بکنن. یه سری دیتیل‌های مختلفی داره که برای اطلاعات خودتون گذاشتم و یه کانتریبیوشن لیمیتی داره. کانتریبیوشن لیمیت یعنی چی؟ یعنی دولت کانادا به من اجازه نمیده که هر چقدر میخوام تو این حساب پول بذارم. درسته؟ پس این کانتریبیوشن لیمیت به این شکل تنظیم شده که از سالی که شما سین نامبرتون رو دریافت کردید کانتریبیوشن شما استارت خورده. حالا مثلا به فرض اگر شما در سال
مثلا 2018 این نامبرتون رو دریافت کرده باشین، سال 2018 تا سال 2025 میزان کانتریبیوشنی هستش که شما در حساب TFSA تون میتونید داشته باشید. یعنی مجموع تمام این کانتریبیوشن ها میشه میزان پولی که شما میتونید ورودی به حساب TFSA داشته باشید و هر ساله یه عدد دیگه رو اضافه میکنن بهش که برای 2026 فکر میکنم همون $7,000 همچنان مونده بر اساس آخرین آپدیتی که من داشتم نگاه میکردم. ولی این چارت رو آخرین چارتی بود که تونستم پیدا کنم 2026ش رو هنوز مؤسسات مختلف نذاشته بودن. پس این شد حساب TFSA. ولی به من کجا کمک میکنه برای داون پیمنت خونم؟ داره به من کمک میکنه که من پول سیوینگم و پولی که میخوام دم دست بذارم و ازش استفاده کنم و یه جایی رشدش بدم، یه جایی کنارش بذارم که به قول معروف بتونه برای داون پیمنت استفاده بشه، از اونجایی که تکس فری میتونم این پول رو خارج بکنم و تو حساب تکس رشد میکنم. این شد حساب TFSA. حالا بریم در مورد حساب RRSP صحبت بکنیم. یک حساب بسیار جالب ولی تریکی. حساب RRSP از اونجا که از اسمش پیداست Retirement Saving Plan اسمش هستش. این حساب قابلیت خوب تکس دیداکتیبیلیتی رو به من میده. یعنی چی؟ یعنی موقعی که من پول رو داخل این حساب میذارم میاد از سر درآمد من کم میکنه. یعنی تو اون سالها میاد درآمد من رو کمتر میکنه و مالیات کمتری پرداخت میکنم و موقعی هم که پول توی این حساب نشسته قابلیت خوب تکس شلتر بودن رو داره. اما موقعی که میخوام پولمو از این حساب خارج کنم تکسبل خواهد شد. حالا ممکنه من بگین داوود پس پوینت این حساب چیه؟ چرا اصلا باید از این حساب استفاده کنیم؟ اولش که میاد تکس دیداکتیبل، بعدش تکسبل میشه. خب این تکس رو الان نمیدیم بعدا میدیم. نکته اینجاست که ما خب برکت های مالیاتی داریم در کانادا. حالا شاید با برکت ها آشنا باشید، شاید نباشید. نکته اینجاست موقعی که شما درآمدتون در برکت های بالا قرار داره که لازمه به قول معروف کانتریبیوت بکنید در حساب RSP، در اون تایم شما میتونید درآمدتون رو بیارین پایینتر و قطعاً پرسنتیج بیشتری دارید تکس ریبیت دریافت میکنید، مالیات سیو میکنید. اما موقعی که درآمدتون تو لول های پایینتری قرار داره، خب خارج کردن آروم پول از RSP تو درآمدهای پایین میاد اضافه میشه بهشون. پس باز هم انگار دارین تکس کمتری پرداخت میکنید. یه جوری تکس دیفر محسوب میشه، اینکه من بتونم مالیاتمو به تایم دیگه انتقال بدم یا مالیات سیو بکنم و اینسنتیوش هم دقیقاً همینه که بتونم تکس سیو بکنم و از تکس دیداکشن استفاده بکنم و برای ریتایرمنت هم یه پلنی داشته باشم. و چه کسانی میتونن از این حساب استفاده بکنن؟ افرادی که اینکام داشتن در کانادا و ولت نامبر دارن و دارن در کانادا زندگی میکنن و اکانت دیتیلش هم اینجوریه که کری فوروارد میشه از سالهای گذشته و من میتونم به قول معروف چیزهایی که کانتریبیوشن هایی که انجام ندادن در گذشته رو در آینده بخوام ازشون استفاده کنم. TFSA هم همچین قابلیتی رو داشتش که اونجا توی نوت‌ها گذاشته بودم. و اینکه کانتریبیوشن لیمیتش به چه صورته؟ این حساب هم ما نمیتونیم هر چقدر که میخوایم داخلش پول بذاریم و کانتریبیوشن لیمیتش به این صورته که 18% درآمد سال گذشتهمون رو فقط میتونیم داخل این حساب قرار بدیم تا سقف 35390 که آخرین آپدیتی هستش که CRA اعلام کرده. ولی داستان کجاست؟ کجا من میتونم از حساب RSP استفاده بکنم برای خرید خونه اول؟ اینجا نکته‌ای که به وجود میاد. ببینید RSP یه قابلیت خیلی خوبی داره که بهش میگیم HBP Home Buyers Plan، درست؟ و میاد از همون حساب RRSP استفاده میکنه که برای افرادی که میخوان خرید خونه اولشون رو داشته باشن تا $35,000 بتونن از حساب RRSP تکس فری خارج بکنن. چون ما گفتیم حساب RRSP موقع خروج پول قرار تکسبل باشه، قرار مالیات بهش وضع بشه. اما دولت میگه اگر که شما میخواین برای خرید خونه اول این کار رو انجام بدین، میتونید بدون مالیات این $35,000 رو خارج بکنید. ولی تبصره‌اش کجاست؟ اینه که من باید تو 15 سال گذشته در 15 سال آیندهش بتونم این پول رو برگردونم دوباره به حساب RRSP و از سال دومم شروع میشه، درست؟ ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره خب اینه که من تکس فری تونستم پول رو خارج بکنم از این حساب و اینکه دارم لونی میگیرم که روش اینترستی وجود نداره. پس خیلی داره به من کمک میکنه که داون پیمنت خونه اولمو داشته باشم و each year you are paying 1/15 of the amount that you owe to the RSP. اینم از این نکته. پس این هوم بایرز پلن رو خیلی خیلی جدی بگیرید. افرادی که دوست دارن خرید خونه اول داشته باشن، RSP شون ستله یا RSP رو در موردش اطلاعات نداشتن. ولی بریم در مورد گل سرسبد صحبت بکنیم. بهش میگیم First Home Savings Account. هر چی بنفیت دیدید توی حساب TFSA یا RSP قراره توی حساب FHSA داشته باشیمش. چجوری؟
این حساب موقعی که من پول داخلش قرار میدم قابلیت خوب تکس دیداکتیبیلیتی رو داره، یعنی در اون سال میاد از درآمد من کم میکنه. از طرف دیگه حساب رجیسترده، پس موقعی که پول توش نشسته اگر رشد بکنه کسی با مالیاتش کاری نداره و در نهایت میتونم بدون مالیاتم پول رو از حساب خارج کنم. اما باز تبصره‌اش کجاست؟ این که فقط و فقط ابجکتیوش اینه که من بتونم برای خرید خونه اول پولم رو از حساب خارج بکنم. در غیر این صورت اگر برای خرید خونه اول نباشه، مثل حساب RRSP، اگر پول از این حساب خارج بشه باید مالیاتش هم پرداخت بشه. پس حالا نکته کجاست؟ کجا من میتونم از این حساب استفاده کنم؟ نکته اینجاست که من میتونم پولم رو در حسابی رشد بدم که تکس دیداکتیبل بوده، یعنی به من باعث شده که مالیات سیو بکنم، توی جایی رشدش دادم که تکس شلتر بوده، سال به سال مالیاتی ندادم و حتی موقع خروج پول، موقعی که میخوام برای داون پیمنت خونه بذارم، حالا بدون مالیاتم میتونم از این حساب پول رو خارج کنم. و بر اساس آمار میتونه 20% پاور اف پرچیس یا قدرت خرید افراد رو برای خرید خونه اولشون افزایش بده که خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه. حالا چه کسایی میتونن از این حساب استفاده بکنن و بازش بکنن؟ کسایی که رزیدنت کانادا باشن، مثبت 18 و اینها، have a valid SIN number داشته باشن و first time home buyer باشن. یک سری تبصره ها وجود داره که دوست دارم حتما خودتون هم این رو در موردش تحقیق بکنید، یا وکیل ها خیلی در مورد این قضیه میتونن اطلاعات خوبی داشته باشن، چون کسی که هوم بایرز محسوب میشه یک دفینیشنی داره در کانادا، یک معنی داره. مثلا کسی که در کانادا زندگی کرده و حتی اسپاوزش یا همسرش در کانادا خونه داشته و تو اون خونه داشته زندگی کرده، جزو هوم بایرز ها محسوب نمیشه. یا تفسیرهای دیگه‌ای که مثلا اگر در ایران، در کشورهای دیگه خونه داشته باشن افراد، به قول معروف دیگه فرست تایم هوم بایر محسوب نمیشن. اینو دفینیشنشو خیلی خیلی بهش دقت بکنید. ولی اگر در این کاتگوری فرست هوم بایر ها قرار میگیرید، این حساب خیلی خیلی میتونه به شما کمک بکنه و دیگه لازم نیست ریپیش بکنیم این حسابو، مثل حساب RSP هر چیزی که پول ازش خارج میکنیم میتونه تکس فری خارج بشه. اما یه لیمیتی هم این حساب داره که لیمیتش $8,000 سالیانه تا سقف $40,000 هستش که من میتونم از این حساب پول خارج بکنم. و نکته دیگه که براش وجود داره که من خیلی خیلی ریکامند میکنم به افراد و دلیل اصلی که ما ایونتمون رو در دسامبر گذاشتیم اینه که افراد از موقعی که حساب FHSA رو باز میکنن کانتریبیوشن حساب FHSA شروع میشه، نه از زمانی که سین نامبر داشتن، نه از زمانی که در کانادا وارد شدن. درسته؟ پس حتی اگر شما نمیخواید کانتریبیوشنی داشته باشید، حتی اگر نمیخواید پول بذارید اما قصد خرید خونه دارید، حساب رو باز بکنید قبل از سال 2026 که کانتریبیوشن روم $8,000 رو برای امسال بتونید برای خودتون دریافت بکنید. و اگر سوالی دارید که چجوری میتونم حساب باز کنم، با کجا میتونم باز کنم، قطعا میتونیم بهتون کمک بکنیم تو این قضیه. و اینکه سال آینده میتونید کانتریبیوشن $8,000 دیگر رو دریافت بکنید که هر موقع پول اومد دستتون بتونید سریعا از این پول استفاده بکنید و از بنفیت این حساب بهره ببرید یه جورایی. و اینجا من یه اگزمپلی هم گذاشتم که اگر ما بخوایم از ادوانتیج این حساب استفاده کنیم، مثلا یک فردی که $8,000 سالیانه کانتریبیوت کرده، سقف $40,000 میتونه 40 تا تکس فری از حساب FHSA خارج بکنه. کسی که در RRSP 35,000 تا پول داشته باشه، اون 35,000 تا رو هم میتونه تکس فری از حساب خارج بکنه که توتال $75,000 میشه که میتونه کاملا تکس فری خارج بشه. تازه من گروس یا رشد پول در این حساب رو دیگه در نظر نگرفتم و ادوانتیج‌های مالیاتی که در این حساب ها میتونه وجود داشته باشه رو هم در نظر نگرفتم. پس خیلی خیلی میتونه چندین استپ ما رو در خرید خونه اول جلو بندازه. امیدوارم که این قسمت برای شما مفید بوده باشه. اما استپ بعدی که اهمیت پیدا میکنه اینه که حالا من داون پیمنتم جور شد، حالا 75,000 تا تکس فری دارم، میخوام ببینم که چه جوری میتونم خرید خونه انجام بدم. که با این پروسس میخوایم آشنا بشیم. مهدی جان اگه لطف کنی میتونید اینو برای ما باز بکنید که چه جوری من میتونم خونه دار بشم در کانادا بالاخره. مرسی داوود جان. خب الان ما میدونیم که داون پیمنت رو داریم یا حداقل یه پلنی در موردش داریم، یه سری نالجا گرفتیم. مرسی داوود جان. برای خرید خونه کاری که انجام دادیم اینجا یه نقشه خیلی راحت مثل نقشه پیدا کردن یه گنج براتون گذاشتیم که در نهایت ما میخوایم برسیم به این خونه‌ای که دوست داریم. شروع کار کجا میشه؟ شما الان تصمیم گرفتین که میخواین خونه رو بخرید و در شروع میریم با یه دونه مشاور املاک شروع میکنین صحبت کردن. حالا قبل از اینکه بریم جلوتر،
میخوام براتون توضیح بدم که شما اصلا وقتی میخواین اینجا خونه بخرین توی، حالا میگم بیشتر توی بی سی، احتیاج به ریلتور دارین یا نه؟ داوود جان میشه این پولو ران کنی؟ 100%. خب فکر میکنم خودتون باید ران کنین، چون اینو به من اجازه نمیده پول پنجم رو. پس بذار برم جلوتر، پول چهارم و بعد پنجم، شاید به ترتیب اگه نیست. وقتی شما یه ریلتور انتخاب میکنین باید ببینین چه بنفیت هایی داره براتون و مهمترین نکته اینه که باید بدونین وقتی با یه ریلتور شما صحبت میکنین، کار میکنین، اولا که یه لویالتی میگیرین و یه نالجی دریافت میکنین، یه سرویسی دریافت میکنین که برای سمت خریدار هیچ هزینه ای نداره. یعنی شما میتونید از یه سرویس پروفشنال لایسنس شده استفاده کنین و هزینه ای نداره، کانفیدنشیالی برای شما داره، میتونه همه اطلاعاتی که داره از همه جا به شما بگه، ترانسپرنسی وجود داره، هر اطلاعاتی که داره باید برای شما شیر کنه و مهمترین چیز اینه که حتی تو بحث فایننس هم همینه، بحث فیدوشریه توی کانادا و نورت امریکا به حساب میشه. همیشه شما به عنوان کسی که دارین یه سرویس میگیرین، اینترست شما و اون نیاز شما باید بالاتر از هر چیزی قرار بگیره. اگر یک نفر فکر کنه که اون ریلتور یا اون مشاور مالی یا هر کسی که بهش سرویسی میده اومده سوء استفاده کرده، اون موقع شما میتونین برین از طریق مراجع قانونی ازش شکایت کنین و کارتون پیش ببرین. حالا نکته‌ای که تو ساپورت این صحبت رو میخوام بگیم بهتون اینه که یه چند تا سامپل فرم من برای شما گذاشتم اینجا و اینا کانترکت نیستن. اینا فرمایی هستن که حالا BCFSA میشه اون BC Financial Service Authority که کل خرید و فروش و لایسنس گرفتن و همه کارهای توی استان بریتیش کلمبیا رو گاورن میکنه و بررسی میکنه. هر استانی توی کانادا خودش اینو داره. این فرم میاد به شما چی میگه؟ میگه شما اگه بیاین با یه ریلتور کار کنین و به عنوان یک کلاینت کار کنین یا اینکه به عنوان کسی که کلاینتش نیستین شروع کنین کار کردن، سرویس هایی که میگیرین متفاوته. یعنی وقتی با عنوان کلاینت با یه ریلتور کار میکنین، اون ریلتور با شما لویاله، به شما همه چی اطلاعاتو میده، ولی در اون سمت این اتفاق نمیافته، برای اینکه قانونا اون ریلتور نباید این کار با شما انجام بده. به خاطر همین اگر رفته باشین خونه دیده باشین، اوپن هاوس ها رو رفته باشین یا با یه ریلتور اگه صحبت کرده باشین، اول صحبت جنرال اینفورمیشن رو میتونه به شما بگه. مثلا من اینجا یه اوپن هاوس دارم، شما میاین و شروع میکنین در مورد این خونه سوال کردن، من اون اطلاعات کلی در مورد خونه اونا رو میتونم با شما در میون بذارم. ولی اگه بخوایم بریم داخل و بیشتر صحبت کنیم در مورد اینکه خب شما چقدر پول دارین، دنبال چی میگردین، چرا میخواین خونه بخرین و شروع کنم اطلاعات پرسونال از شما بگیرم، من موظفم که این فرما رو به شما معرفی کنم. یعنی به شما بگم که خب ما الان صحبتی که با من میکنین رابطه ما چجوریه، من ریلتور شما یا نیستم، یا اینکه یه سری ریسک داره اگه شما با کسی که کلاینت هستین و نیستین چه اتفاقی میفته. و در نهایت اگه با کسی صحبت میکنین که با من ریلتورتونه، مهمترین نکته اینه که همیشه پرایوسی شما باید در نظر گرفته بشه و اطلاعات شما با هیچ جا شیر نشه. و مهمترین که اینا دوباره میگم کانترکت نیستن و وظیفه ریلتوره که اینا رو به شما بگه که شما رو آگاه کنه و اینا در جهت حفظ بنفیت شماست. و شما مثلا اگه بیان با من صحبت کنین، من موظفم که اینا رو به شما بگم، دیت بزنم، خودم امضا کنم، بدم به شما. شما شاید اصلا بگی من دوست ندارم امضا کنم چون کانترکت نیست، ولی من وظیفه قانونی اینه که این انجام بدم. اینو گفتم که اگه بعداً با یه ریلتوری صحبت کردین این فرما رو به شما داد، داره کار اصولی و پروفشنال انجام میده و میخواد مطمئن شه که همه چی روی اصول پیش میره. خب برگردیم به بحث رودمپی که داشتیم و خونه پیدا کردیم. خب داوود جان فکر کنم الان بشه اون پل. آره الان درست شد. اوکی. خب 2 تا پل اینجا ران میکنیم. پل اول اگه بیاد بالا. الان باید ببینیم درسته؟ آره. خب میگیم که چرا خریدار باید مشاور املاک داشته باشه؟ برای اینکه قرارداد شوخی بردار نیست. چون گوگل و چت جی پی تی مشاور حقوقی نیست
چون من باید پول در بیارم، مهدی ریلتور اینجا، یا همه موارد بالا؟ به نظرشون چیه؟ حالا اینو بیشتر گذاشتیم که یکم جو عوض شه، چون فکر کنم تا الان اگه بریم جلوتر خیلی یه دست و یه نواخت یه طرفه میشه. مثل اینکه نه شوخی برداره، نه گوگل و چت جی پی تی مشاور حقوقی ان و چون شما باید پول در بیارید. اوکی، این خیلی خوبه. خب اینو اگه شیر کنید داوود جان. شور حتما. میخوام ببینم همه نظرشونو بگن. هیچکی چت جی پی تی رو مثل اینکه مشاور حقوقی نمیدونه. خیلی خوبه. حالا هم توی مسائل حقوقی هم مسائل هلت خیلی دارن روش چیز میذارن و این که میک سنس میکنه. پل بعدی رو اگه ران کنی داوود جان، مخصوصا توی بی سی، حالا من میخوام خونه بخرم، من چرا باید برم با یه ریلتور صحبت کنم؟ من خیلی میتونم همه چی رو بگردم و جواباشو پیدا کنم، ولی با توجه به صحبتی که کردیم شما چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنین که این اتفاق چجوری میفته؟ بله، ولی خودت مسئول همه چی هستی. بله، اگر عاشق قرارداد خوندنی، ببینم کسی عاشق قرارداد خوندن هست خدایی. باید ریلتور باشن فکر کنم اگر عاشق قرارداد خوندن باشن. اگر ریسک دوست داری، 2 تا ریسک پذیر داریم. خیلی هم خوب، عالی. there you go. خب مثل این همه موارد. آره خب واقعیت اینه که توی بی سی شما میتونین خودتون برین کاراتون رو انجام بدین و بدون ریلتور برین خرید خونه رو انجام بدین، ولی دقیقا همینی که خودتون گفتین، یعنی شما باید ریسک پذیر باشین، اون سرویس هایی که هست نمیگیرین، اون لویالتی و اون کانفیدنشیالیتی رو نمیگیرین. اگر توی قرارداد یه سری نکته‌ای باشه که حالا باید برین دیتیل در بیارین، ما حتی با اون وقتی با ریلتور کار میکنین در نهایت یه مقدار از مدارک رو ریلتور میده به یه وکیل که مطالعه کنه و زیر و بمش رو در بیاره برای شما. خاطر همین خوبه که از سرویس های لایسنس دار پروفشنال استفاده کنین که به قول خودتون سیف کنین از مشکلایی که امکان داره براتون پیش بیاد، چون باز میگم هزینه‌ای از نظر هزینه مالی برای شما نخواهد داشت این سرویس که میگیرین و فروشنده است که هزینه رو پرداخت میکنه. خب ما الان این مرحله رفتیم جلو و خیلی ما الان صحبت کردیم در مورد که داون پیمنت چیه، چقدر پول سیف کنیم و کدوم مرحله چجوری کمک میکنه که داون پیمنت ما خونه خوب بخریم تا 75,000 تا میتونیم در بیاریم از تو حسابای مختلف و داوود جانم توضیح داد همه رو به خوبی. اینجا ما جایی که اون پول رو سیف کردیم و میخوایم بریم و به بانک یا اون فاینانشال اینستیتوتی که صحبت میکنیم یا یه مورگیج بروکر میخوایم بگیم که آقا ما میخوایم خونه بخریم، من چقدر اپروو میشم. این مرحله است که شما میرین با یکی از این بانک ها صحبت میکنین و اونا به شما میگن که خب به ما یه دونه آیدی بده، به ما بگو که این جابی که داری چیه، حقوقت چقدره، کردیت اسکور هم چیزی که داوود جان براتون صحبت کرد چجوریه، اگر هزینه‌ای داری، کار لون داری، کردیت کارت داری، لاین اف کردیت داری، اینا رو لیستشو بده. اون اکسپنس ترکری که داوود جان گفت اینجا پیش میاد که میتونید توضیح بدین. همه اینا رو بدین، آخر بهتون میگن چقدر داون پیمنت دارین. شما میتونید بگین خب من اینقدر داون پیمنت دارم. بر اساس این اطلاعاتی که شما بهشون میدین، اونا میان به شما یه پری اپرووال میدن که این یه استیمیته که شما میدونین تا چه حدی میتونین برین جلو و این کمک میکنه که شما با اعتماد به نفس بیشتری برین جلو و دنبال خرید خونه بگردین و تا یه بازه زمانی بسته به اون اینستیتوتی که به شما میدن، تا مثلا 90 روز، 120 روز، 110 روز بستگی داره، میتونه اون ولید باشه به عنوان پری اپرووال. اینجا یه سمپل پری اپرووال براتون گذاشتم که نشون میده این یه دونه فرم واقعی هم هست که در سال 2024 این کلاینت رفته به بانک RBC صحبت کرده، مدارکشو داده و بهش گفتن که شما مبلغ $1,400,000 پری اپرووال شده و گفته که این مبلغ از این تاریخی که به شما دادن تا اون کلوزینگ دیت، یعنی تا این تاریخ 14 جون ولیده که شما بتونین اینو کلیمش کنین. خونه که میخرین باید اون همه کارهای پیپریش و اینا انجام بشه تا قبل از 14 جون 2024 و باز میگه که اگر شما
این پروسه رفتین جلوتر، در نهایت یه سری مدارک بیشتری احتمالا از شما خواهند کرد که آقا این خونه که میخوان بگیرین ارزشش واقعا انقدر هست یا نه، یا شاید یه سری مدارک بیشتر در مورد حقوق و این چیزا از شما بخوان. که کل این پروسه رو معلومه شما با یه مورگیج بروکر پیش میرین، با یه ریلتور یا فاینانشال ادوایزر پیش نمیرین. اون سرویس هم باز رایگانه که باید پیش بریم. خب ما الان پری اپرووالمون رو گرفتیم، حالا اینجا زده بودیم 1,400,000 و مراحل همینجوری پیش میریم. خب ما میان پیش من میگیم مهدی من انقدر پری اپرووال دارم و اون فرما رو هم با هم چک کردیم، من در خدمت شما هم، با هم میگیم که خب شما چیا نیاز دارید و اینجا شروع میشه صحبت من با شما که بگیم خب این ویش لیستتون چیه، چیا رو اصلا دوست ندارین و میریم جلو. کاری که من معمولا میکنم با کلاینت ها اینجوریه که یه ماتریکس درست میکنم، یه سری لیست دارم، یه سری میتونیم اینا رو نمره بندی کنیم، امتیاز بندی کنیم و ببریم جلو. لوکیشن معمولا مهمه، اگر بحثا بچه داشته باشن اسکول دیستریکت ها مهمن، چه نوع خونه ای میخوام، ما دنبال یه هاوس میگردیم، دنبال یه تاون هام میگردیم، دنبال یه کاندو میگردیم، اونرشیپش چجوری باشه، دوست داریم که فقط فری هولد باشه یا استراتا لیز هولد باشه، اشکال نداره، تعداد بدروم، تعداد باتروم و چیزهای مختلفی که تو این لیست هست میتونیم و بسته به کلاینت ها میتونه چیزهای بیشتر اضافه بشه. تایمینگ معمولا یه چیزی هست که وریبله، ولی اینکه آقا من میخوام تا 3 ماه دیگه بخرم، تا 6 ماه دیگه بخرم. تو اون پولی که اول داشتیم بعضیا گفتن تو سال آینده، بعضیا گفتن تا 3 سال آینده. اینا هست که تو این بازار بعضیا میان کارا رو پیش میبرن و همه این فرمه میتونه کامل بشه و بر اساس هیچ پراپرتی که دیده میشه کامل بشه و اون موقع امتیاز بندی بشه. یعنی کاری که میکنیم بر اساس اون یه سری لیست نیازها به وجود میاد و بعد ما میریم یه سری خونه با هم دیگه میبینیم و بر اساس اون به این نتیجه میرسیم که برای یکی بعد از 2 هفته، برای یکی بعد از 1 سال یه خونه پیدا میشه که میگه من این خونه رو میخوام و حاضرم که روش آفر بذارم و این بشه خونه ای من. حالا ما فرض کنید اومده این خونه رو دیده، این خونه خوشش اومده و ما الان میخوایم دیساید کنیم که این آفر رو روی این خونه بذاریم یا نه. ما قیمت رو میدونیم چقدر میخواد باید داون پیمنت بذاریم و یه سری سابجکت کلاز، یه سری مشخصات هم میذاریم توی اون کانترکت که ما میخوایم خونه رو ببینیم، اینسپکت کنیم، حتما بریم دوباره پیش بانکمون یه زمانی میخوایم چک کنه که ببینیم ما اپرووال میگیریم یا نه. معمولا خونهایی که هست یه شیتی دارن که این یه سری انفورمیشن جنرال توشه که معمولا اینو شما میبینین تو سایت realtor.com، هم اگه برین به یه نحو دیگه این اطلاعات رو میبینین که توضیح داده. حالا من اینو مثلا به عنوان سامپل گذاشتم که یکم فان بشه. این خونه نزدیک 20 میلیون میارزه، سال 2022 ساخته شده و 5 تا اتاق خواب داره و یه دونه کیچن داره. فرض کنین کلاینت فرضی ما میگه من این خونه رو میخوام، ولی چون من دنبال یه خونه میگردم که 2 تا کیچن میخوام کمتر آفر بذارم و چون این آفر من پری اپرووال من 1,400,000، من این خونه رو میام آفر میذارم 1,400,000. اینجاست که ریلتور خیلی نقشش روشن‌تر میشه، تا الان هم بود، ولی اینجاست که این ریلتور میاد با ریلتور طرف مقابل شروع میکنه نگوشیت کردن. یعنی در واقع نیازهای شما رو میاد انتقال میده به اون بر از طریق کانترکت و اون چیزایی که از اون طرف میگیره رو با شما شیر میکنه و وظیفه ریلتور اینه که اینجا همه اطلاعات رو با شما شیر کنه و هیچ چیزی نباید مخفی بمونه. این یه چیز مهمه که اون بحث لویالتی که اینجا به وجود می اومد اینا خیلی مهمه، اون کانفیدنشیالی و مخصوصا اون فول دیسکلوزر. نگوشیشن انجام میشه و فرض کنین آفر شما اپروو میشه. یعنی ما الان این خونه خریدیم با قیمت 1,400,000 و توی بی سی یه چیزی وجود داره که تو بعضی از استانهای دیگه وجود نداره که بهش میگن ریسشن دی. یعنی شما اگر آفر رو بذارین و همه چی هم پیش بره، وقتی اپروو شد شما تا 3 روز میتونین از اون قرارداد بیاین بیرون و مهم هم نیست که فرست هوم بایر باشین یا نباشین، تو هر قراردادی بیان
ولی یه 0.25% جریمه باید از اون پولی که برای قرارداد بوده پرداخت بشه. اون رو میتونیم بعدا بیشتر توضیح بدم براتون. اینجا اگه یادتون باشه ما گفتیم که میام توی کانترکت یه سری سابجکت کلاز یه سری ایف میذاریم. حالا ما اومدیم این قرارداد گذاشتیم، ما الان میخوایم دو دیلیجنس اون رو انجام، یعنی میخوایم بریم همه زیر و بم اون خونه رو در بیاریم، میخوایم بریم تایتلش رو ببینیم، میخوایم بریم ببینیم که آقا این پراپرتی سابقه ای که داشته چی بوده، من میتونم برم اینشورنس بگیرم اگر خونه من یا این خونه که من دیدم بغل پمپ بنزینه لیکی بوده اونجا که بره اون زیر خونه و اون خاکش مشکل بخوره، من بعداً به مشکل بخورم اگه بخوام بفروشم، یا من برم پیش بانکم و بگم که خب من این خونه رو دیدم، شما اینجا به من یه پری اپرووال 1,400,000 داده بودین، الان منو 1,400,000 به من میدین یا نه؟ من الان قبل از این تاریخ اومدم پیش شما. بانک میاد به من چی میگه؟ میگه خب من الان میخوام به تو فاینال اپرووال بدم، میگه اون کانترکتی که داری به من بده، دوباره میگه اینکام به من بده، اون داون پیمنتی که به من گفتی پروفاشو به من بده، از کجا میاری، و بعضی موقع بر اساس خونه میگه ما احتیاج داریم که این خونه رو ارزیابی کنیم ببینیم این خونه انقدر میارزه یا نه. مثلا این خونه الان فرض کنین 20 میلیون بوده، فرض کنین تو کیس واقعی خونه 1,400,000-500,000، بعضی موقع میان یا بانک خودش یکی رو میفرسته یا میگه شما یکی رو بذارین که ما قبول داشته باشیم که لایسنس باشه، و معمولا خود بانک میفرسته اون شخص رو که ارزیابی کنه، یه ریویو میشه و بر اساس اون داون پیمنتی که میذارین، یادتونه بحث 20% رو داشتیم که بالای 20% بذاریم یا زیر 20%، اون موقع میگن که شما باید دیفالت اینشورنس رو بگیرین یا نه. و اینجاست که دیگه آفیشیالی شما اون پولو دارین، این قسمت قضیه هم چک مارک میخوره. توی بحثی که برین اگر شما خونه‌ای که میخرین آپارتمان یا کاندو یا تاون هوم باشه، یه سری مدارک دیگه هم اضافه میشه به پروسه ریویو، یعنی شما باید برین یه سری مدارک مربوط به استراتا، مربوط به فرم بی، اینا همه رو مربوط به چند سال گذشته بخونین، برای اینکه توی استراتا اینا شما میدونین که شما یه شارژ ماهیانه میدین، ولی مثلا فرض کنین اگه قرار بشه سقف و 2 سال آینده ترمیم کنن، همه خونه ها باید کانتریبیوت کنن و پولو بدن، و معمولا توی اون میتینگ های سالیانه که دارن یا میتینگ هایی که خاصی که برگزار میکنن اینا رو من صورت جلسه کردن و معمولا همه اینا باید خونده بشه برای که شما که با اون خریدار میریم بدونین با چی قراره مواجه بشه. خب این مرحله انجام شد، نگوشیشن انجام شد، اون کاندیشن ها برداشته شد و ما الان اینجا کانترکت رو فاینالایز کردیم. ما اینجا کانترکت فاینالایز شده ولی هنوز صاحب خونه نشده، کلید خونه رو هنوز به ما ندادن. اتفاقی که اینجا میفته، ما میریم یه لویر یا یه نوتاری میگیریم و مدارکی از ما میخواد، یه سری فرم به ما میده، اون کانترکت رو میخواد، اونو همه رو بهش میدیم و شروع میکنه کار کردن با ما. و یکی از چیزایی که معمولا شما اینجا لون میگیریم و مورگیج میگیریم روی خونه، اینشورنس باید بگیریم برای خونه‌ای که میخوایم بریم توش، چون خونه در واقع مال بانکه که ما هنوز باید پی آفش کنیم. و اون که اینجا ما نگاه میکردیم که مطمئن شیم این خونه میشه اینشورنس گرفت یا نه، این به اینجا برمیگرده. این خونه اینشورنسش هم میگیریم و آماده موو میشیم. 2 تا روز خیلی مهم میاد توی برنامه ما. روز اول میشه کامپلیشن دیت یا همون کلوزینگ دیت. کامپلیشن دیت یا کلوزینگ دیت روزیه که همه داکیومنت ها جابجا میشه، همه پولا انجام میشه و وکیل به شما میگه بیاین و همه امضایی که لازمه رو انجام بدین. یعنی تو این روز شما کارهای پیپر ورکتون عوض میشه، اینشورنس تو این تاریخ اکتیویت میشه و شما در واقع روی کاغذ صاحب این خونه هستید. معمولا روز بعد شما میرین با ریلتورتون تو اون خونه و ریلتور شما کلید رو به شما تحویل میده و شما صاحب خونه میشین. توی پروسه خرید خونه همونجور که گفتم برای ریلتور اینا شما پولی نمیدین، ولی یه سری هزینه ها وجود داره که شما باید بدین و خیلی از این هزینه ها روی پول مورگیجتون نمیاد. مثلا اون دیفالت اینشورنس که گفتیم روی پول مورگیجتون میاد و شما قسطی پرداخت میکنید. ولی شما اگر
دیپازیت باید پرداخت کنین که حتما باید پرداخت کنین، اونو باید قبلش بدین. اگر پراپرتی ترانسفر تکس باشه اینا رو باید بدین. اون پولی که به لویر رو هست باید بدین. اگر قرار باشه شما برین خونه‌تون رو ببینین که زیر و روش رو براتون یه متخصص ببینه که ببینه چه مشکلای هیدنی وجود داره و اینا، اونو باید پولش رو داشته باشین. اگر گفتم اپریزال معمولا بانک میده که خونه رو اولویت کنن، ولی اگر لازم شد شما بدین خودتون باید پرداخت کنین. پول اینشورنس خونه‌تون رو باید بدین. یه سری پراپرتی تکس و استراتا فی، یه سری تو بعضی کیس ها هست که اونم شما باید پرداخت کنین. اگر خونه‌ای که می‌خرین نو باشه هم شما باید جی اس تی شو پرداخت کنین. این کاستایی میشه که به عنوان یه دونه خریدار شما باید داشته باشین. علاوه بر اون حالا داون پیمنت اینجا داشتیم، علاوه بر اون داون پیمنت یه خرجی هست که معمولا تا قبل از اون کلوزینگ دی که داریم باید داشته باشین. این بود این نقشه راه خرید خونه و حالا من منتقل میکنم به داوود جان که آخرین بخش رو عالی، خیلی عالی. من این لابلای پل جدید درست کردم. این خونه برام چشم منو گرفت. 19 میلیونه ولی فقط یه دونه کیچن داره. من دوست دارم از دوستان بپرسم ببینم آیا کسی با یه دونه کیچن این خونه رو میخره یا نه. این برای من خیلی جالبه. ببینم یه دونه کیچن واسه یه همچین درندشتی آدم یه کافی میخواد ببره، باید بکنم یه 10-20 متری راه بره. نه never at all. یعنی خونه 19 میلیونی هم میتونه ریجکت بشه اگه یه دونه کیچن داشته باشه. آره دیگه این کیس همین واتر میگه. من مامان منم رو کاله فکر کنم. دوست دارم با یه دونه کیچن. ولی 99 تا پارکینگ داره داوود. 99 تا پارکینگ. یعنی غذا درست میکنن اینجا برای چیز نیسته. فهمید اینو همینجوری فان اضافه کردم. سالی $50,000 تکس این خونه است. واو ان شاءالله تکسمون انقدر باشه. حالا اینجا زندگی 2 نفر حاضرن. حالا خوبه واسه. آره ایول دمشون گرم. خیلی هم خوب. خب بریم سراغ صحبت خودمون. حالا نکته اینجاست که موقعی که ما فهمیدیم مسیر خونه دار شدن چجوریه، کلیدو گرفتیم و وارد خونه شدیم، باید به این نکته توجه بکنیم که من بعد از خودم و خونم بتونم محافظت بکنم. چه اتفاقی میفته اگر من فردا سالم نباشم یا اگر در دنیا نباشم؟ چه اتفاقی میفته؟ چه کسی قراره مورگیجا رو پرداخت کنه؟ ریسپانسیبیلیتیش با کیه؟ که میخوام بیشتر در مورد به قول معروف اینشورنس های مختلف اینجا صحبت بکنم که الان اسکرینم باهاتون شیر میکنم. چندین نوع اینشورنس داریم که میخوام اینجا باز بکنم براتون. الان صفحه منو باید داشته باشین، درسته؟ آمدید صفحه من دارید؟ ببینید ما 3 مدل اینشورنس داریم: mortgage insurance, individual life insurance و mortgage default insurance که هر کدومشون زمینه‌های مختلف رو کاور میکنن. mortgage insurance و individual insurance یکم بیشتر شبیه به همن، اما mortgage default insurance یک سری معانی مختلفی داره که میخوام اول در مورد mortgage default insurance صحبت کنم، بعد بیایم mortgage insurance و individual insurance رو با هم دیگه کاور بکنیم که چه مزایا و معایبی میتونن داشته باشن. ولی mortgage default insurance چیه؟ ببینید mortgage default رو ما باید تهیه بکنیم اگر که کمتر از 20% داون پیمنت خونه داشته باشید. به فرض اگر شما 10% داون پیمنت رو داشته باشید به شما اجازه خرید خونه رو نمیدن. پس میان چیکار میکنن؟ میگن شما باید برای اون 10% مابقی داون پیمنت بیاید mortgage default insurance بگیرید. حالا اون 10%ش مثلا 50,000 تا 100,000 تا، اون 50,000 تا 100,000 تا میاد میشینه بالا سر مورگیجتون و مورگیج پیمنت های شما رو اضافه تر میکنه، ولی به شما اجازه میده که با داون پیمنت کمتر بتونید خونه رویاهاتون رو بخرید. درسته؟ پس برای اینکه من خونه رو بخرم به این مورگیج دیفالت حتما احتیاج دارم. درست؟ و نکاتی هم که در موردش اشاره کردیم میتونه به قول معروف protect the lender not the borrower. اینم باید توجه بکنید برای اینه که mortgage protect بشه، محافظت بشه ازش. بعد برای اینه که required زمانی که شما کمتر از 20% داون پیمنت دارین پریمیومش اد میشه به principal amount mortgageتون و پرووایدر هاش هم اینجا براتون نوشتم. پس این شد mortgage default insurance که لازمه اگر ما داون پیمنت کمتر از 20% داریم. اما بریم سراغ mortgage protection یا creditor insurance. کارش چیه؟ برای زمانایی که من داوود اگر خونه خریدم و اگر از دنیا رفتم، برای قسمت لایف اینشورنسش
این خونه مورگیجش بتونه پرداخت بشه، یک اینشورنسی باشه که بیاد و اینو پرداخت بکنه که خانواده من خونه رو از دست ندن. یا critical illness insurance، زمانی که اگر من دچار بیماری‌های خطرناکی شدم و نتونستم مورگیج رو پرداخت بکنم پیمنتاشو، یه همچین اینشورنسی باشه که بیاد مورگیج رو پرداخت بکنه. یا disability و job loss insurance که بریم دونه دونه بررسیشون بکنیم. در مورگیج لایف اینشورنس چجوری کار میکنه؟ بانک owns the coverage، یعنی اگر اتفاقی برای فردی بیفته از دنیا بره، تمام این کاورج مستقیما میرسه به بانک، فقط مورگیج رو صرفا برای اینکه مورگیج رو پی آف بکنه. بانک is the beneficiary، بانک کسیه که به قول معروف وارث این حساب میشه عملاً. coverage declines as the mortgage declines، همینجوری که میزان کاورج شما هم در زمان که دارید پرداخت میکنید میزان کاورج که کمتر میشه، شما هم کاورج بیمتون کم و کمتر داره میشه. ولی premium stays the same even though the coverage drops. یعنی چی؟ یعنی حتی موقعی که شما دارید مورگیجتون کمتر شده و دارید پیمنت های کمتری پرداخت میکنید، یعنی آخر مورگیجتونه، همچنان میزان پریمیومی که دارید برای اینشورنس پرداخت میکنید یکسان. یعنی چه اون موقعی که $700,000 به بانک بدهکارید باید $200 پرداخت کنید، چه موقعی که $1,000 به بانک بدهکارید باید همچنان اون $200 رو پرداخت کنید. و underwriting is done after death. Claim can be denied. یعنی چی؟ underwriting یعنی چی؟ اینشورنس کمپانی‌ها پلیسی underwriting دارن، یعنی میان سلامت رو چک میکنن که ببینن آیا اون فرد اینشوربل هستش، میتونیم بیمش بکنیم یا نه. ولی در مورگیج اینشورنس این اتفاق نمیفته. همونجا به ما مورگیج اینشورنس رو میدن و موقعی که اتفاقی میفته حالا میان نگاه میکنن سلامت اون فرد رو، فلان بوده به این دلیل اپروو نمیشه. و این اتفاق خیلی میفته، ریشو خیلی زیادی داره. چون اندررایتینگ نداشته. و not portable when you switch lenders، اگه میخواین از بانکی به بانک دیگه برید لندرتون رو عوض بکنید، این مورگیج لایف اینشورنس هم از بین خواهد رفت. برای مورگیج کریتیکال اینشورنس چطور؟ it pays mortgage if diagnosis with cancer, heart attack and stroke. فقط این سه تا عامل رو کریتیکال اینشورنس کاور میکنه. درست؟ و کلیم هاش often declined. یعنی چی؟ یعنی often کلمه یعنی بیشتر از 50% یه جورایی often خیلی زیاده واقعا. و خیلی از critical illness ها ما میبینیم که کنسل میشن به خاطر همون underwriting، به خاطر همون تبصره هایی که تو دل این میتونه جا داشته باشه و اینکه خیلی هم گرونه، خیلی اکسپنسیوه و only covers mortgage not the income. فقط و فقط مورگیجه و حتی کپ هم داره. از طرف دیگه mortgage disability insurance رو داریم. covers monthly mortgage payments if disabled, pays the bank directly, benefits usually limited to 24 months. بنفیتاش فقط بیشتر مثلا برای 24 ماه بیشتر نمیمونه، 2 سال فقط پرداخت میکنه، یه کپی داره براش تا $3,000 رو بسته به اینشورنس کمپانی‌های مختلف و بانک‌های مختلف. weak definition of disability رو ما کلی در نظر میگیریم، ولی وقتی میریم تو دل اینشورنس ها میبینیم disability مثلا خیلی چیزها باید اتفاق بیفته، اگر مثلا ما اینجوری افتادیم با اون زاویه 30 درجه اینجا کاور میشه، اگه 31 درجه باشه مثلا کاور نمیشه. یه همچین چیزایی وجود داره تو دل این disability اینشورنس ها. از طرف دیگه mortgage job loss insurance که کاورز میکنه only layoffs، فقط و فقط برای لیافه. اگه کویت کنیم اتفاق نمیفته، فایر بشین اتفاق نمیفته، end of contract باشه، حتی seasonal layoff هم کاور نمیشه. درست؟ و اینها اینشورنس های که توسط بانک ها ارائه میشن و جزو پروداکت های بسیار پروفیتبل و سودآور برای بانک ها محسوب میشن. چرا؟ چون خیلی راحته، خیلی سریعه، اپرووالی لازم نداره و افراد رو هم در همون لحظه دچار این قضیه میکنه که باید حتما کاورجی برای خونه داشته باشه. کما که من اهمیت رو درش میبینم، اما این که چه کاورج رو به درستی انتخاب بکنیم میشه مسئله بعدی که حالا میخوام در مورد individual life insurance صحبت بکنم. بیمه عمر دائمی برای افراد که برای خودشون شخصا دریافت میکنن. چه پروتکشن هایی میتونه داشته باشه؟ client owns the policy. تو اون قسمت بانک اونر پالیسی بود، اما اینجا ما اونر پالیسی میتونیم تغییرات انجام بدیم. family receives the full payment. خانواده ما میتونه اون پیمنت رو دریافت بکنه. ممکن اصلا من نخوام مورگیج رو پی آف بکنم، درسته؟ خانواده من نخواد مورگیج رو پی آف بکنه، ولی این اختیار رو داره که از اون پوله به چه نحوی استفاده بکنه. coverages does not decline، یعنی من میزان کاورجی که تعیین میکنم در روز اول با میزان مورگیج من کم و کمتر نمیشه. میزان کاورج من یکسانه ولی مورگیج من داره کمتر میشه، یعنی حتی اگر روز آخر اتفاقی بر من بیفته من همچنان فول کاورجی که در ابتدا داشتم رو دریافت میکنم. for cheaper than bank insurance، و حتی با میزان ارزونتری از بانک اینشورنس. و اینکه اگر من برم جای دیگه هم
میتونه همچنان اگه مورگیج من تغییر کنه، لندر من تغییر کنه، همچنان چون ایندیویدوالی اقدام کردم بر لایف اینشورنس همچنان برای خودم خواهد موند. can cover more than the mortgage. حتی میتونه اینکام ریپلیسمنت باشه، میتونه به قول معروف اینکام اون فرد رو جایگزین بکنه یا نکات دیگه‌ای که وجود داره. پس داره به ما نشون میده که اگر ما ایندیویدوالی بخوایم برای خودمون کاورج تهیه بکنیم خیلی میتونه حتی برای ما ارزونتر و سوتیبلتر باشه و مفیدتر باشه که من حتی یه مقایسه سریعی هم تو این قضیه انجام دادم که آلردی در موردش صحبت کردیم. mortgage insurance ها only covers the mortgage، اما برای individual insurance covers the mortgage and other needs. بعد نکته بعدی lender is the beneficiary. در مورد اینا صحبت کردیم. covers the borrower, covers the reduces with time, can change more expensive, coverage not guaranteed and tied to only one lender. که دیگه حالا نمیخوام دوباره در موردش صحبت کنم، ولی overall در مورد mortgage default insurance، mortgage insurance عادی، پروتکشن خودمون و individual life insurance صحبت کردیم و میتونید حالا بر اساس این مقایسه که اینجا انجام دادیم خودتون ببینید که کدوم میتونه suitable تر باشه. کما که من به هیچ عنوان آفر نمیدم mortgage اینشورنس هایی که از طرف بانک ارائه میشن، ولی یک نکته نهایی هم میمونه و دوست دارم چون میدونم یه کوچولو اوورتر از تایم شدیم، دوست دارم بدونم که آیا شما دوستان دوست دارید هنوز در مورد اون آخرین نکته‌ای که میخوام در موردش صحبت کنم بدونید؟ برای همین یه پول گذاشتم، دوست دارین که اون مطلب رو هم بدونید؟ چون شاید برای خیلی سورپرایزینگ باشه، شاید برای خیلی جدید باشه، عجیب باشه، که دوست دارم بدونم مثلا دوست دارید در موردش بدونید یا نه. should we continue؟ آره یا نه؟ خب مثل این که دوستان دمش یکی گفت نه. این کی بود؟ نمیشه دید نه؟ دستش خورده، اشکال نداره. خب خیلی هم عالی. خب من سریع قطع میکنم که نه کمتر بشه. خیلی هم عالی. خب مثل این که اکثرا دوست دارم بیشتر بدونیم. ببینید تا اینجا کار من در مورد این صحبت کردم که چجوری بتونیم زمانی که خونه حالا خریدیم و داریم از اون داراییمون محافظت بکنیم. درست که اگر اتفاقی برای ما افتاد بتونه این مورگیج رو خانواده ما داشته باشه، یعنی پرداخت بشه و بتونن خونه رو حفظ بکنن، حالا خون نشن و ارزش داراییمون عملاً حفظ بشه. حالا این چیز جالبی که در کانادا وجود داره اینه که خدای نکرده موقعی که ما از دنیا میریم میخوام اینو بررسی بکنیم که چه اتفاقی برای دارایی هامون میفته. میدونم این خیلی شاید مربوط به بحث امروزمون نباشه، اما دونستنش خالی از لطف نیست، چون در مورد اینشورنس ها اومدیم صحبت کردیم. میخوام در مورد استیت پلنینگ یه کوچولو باهاتون صحبت بکنم. ببینید در کانادا زمانی که ما داریم برای خودمون دارایی جمع میکنیم، اسست های خودمون، مثلا خونه اول، خونه دوم، اینوستمنت پراپرتی، تمام این حسابایی که در موردش صحبت کردم، RRSP، TFSA، FHSA، همه این حساب ها میشن دارایی های ما. درسته؟ زمانی که دور از جون دث یا مرگ اتفاق میفته دارایی های ما اسمش تغییر میکنه به استیت. پس دارایی بعد از مرگ رو ما بهش میگیم استیت. درست؟ و وارد یک پروسه میشه که به این پروسه میگیم پروسه پروبیت. این پروسه پروبیت چیکار میکنه؟ دولت کانادا میاد 6 ماه الی 1 سال زمان میذاره که بررسی بکنه چه اتفاقی برای این دارایی‌ها میفته و تو این زمان 6 ماه 1 سالی که پروبیت وجود داره یک لاک و یک قفلی بالا سر دارایی‌های ما هستش که هیچ کسی هیچ دسترسی به این دارایی‌ها نخواهد داشت. حالا فرض دولت کانادا چیه؟ دولت کانادا تصور میکنه که اگر فردی از دنیا رفته باشه انگار 1 روز قبل از مرگش تمام دارایی‌هاشو فروخته. خب شما میدونید که در کانادا اگر من الان زنده باشم با 4 تا اینوستمنت پراپرتی و RRSP و TFSA های مختلفی که آردی بیلد کردم در زندگیم، حالا من نوعی رو میگم، فردی که مثلا چندین سال در کانادا بوده، چه اتفاقی میفته؟ سریعا وارد تکس برکت خیلی بالایی میشه اگر بخواد تمام دارایی‌اش رو تو 1 سال میلادی بفروشه. و در کانادا تکسی که ما باید روی بالای $250,000 پرداخت بکنیم در اونتاریو و BC 53.53%. پس کلی داریم تکس بدهکار میشیم و دولت میاد اینو حساب میکنه. لیگال فیز و ترانسفر فیز رو دولت میاد حساب میکنه و در نهایت 1.5% تمام استیتی که اینجا وجود داره به عنوان پروبیت کاست محسوب میشه. حالا دولت کانادا اومد همه اینا رو بررسی کرد، مالیات، لیگال فیز و پروبیت کاست. حالا میاد سراغ وارث، چون خیلی‌ها در کانادا فرض میکنن با داشتن ویل یا وصیت‌نامه به راحتی میتونن داراییشون رو انتقال بدن به نسل بعدی. چون میدونید ما همیشه داریم تمام تلاشمون رو میکنیم، داریم
کلی سکریفایس میکنیم، فداکاری میکنیم که این سری چیزای بیلد بکنیم و دوست داریم به درستی به نسل بعدیمون، بچه‌مون، فرد بعدی انتقال پیدا بکنه. درسته؟ و خب خیلی تصورشون اینه که با ویل یا وصیت‌نامه این اتفاق میفته. اما بیاین فرض بکنیم آقا مهدی اگر شما در ویل یا وصیت‌نامه من باشید چه اتفاقی برای دارایی‌ها میفته؟ حالا که اومدن حساب کردن چقدر من تکس بدهکارم و لیگال فیز بدهکارم و پروبیت کاست بدهکارم، میام پیش آقا مهدی میگن آقا مهدی شما وارث داوودین، شما باید $300,000 پرداخت بکنید که بتونید قفل این دارایی‌ها رو باز بکنید. حالا ممکنه بگید من $300,000 ندارم، از کجا بیارم 300,000 تا؟ دولت هم میگه هیچ ایرادی نداره. ما برای اینکه قفل دارایی‌ها باز بشه تمام دارایی‌ها رو زیر ارزش واقعیش میذاریم توی مزایده. خب طبیعتا مزایده یعنی زیر ارزش واقعی بخواد از به قول معروف دست ما بره دیگه، درسته؟ و تمام این خونه‌ها و دارایی‌هایی که داریم زیر ارزش واقعیش به فروش میره و حالا تمام این تکس‌ها و لیگال فی و پروبیت کاست برداشته میشه و در نهایت اگر چیزی بمونه میاد میرسه به آقا مهدی. درسته؟ حالا چی کار ما میتونیم بکنیم تو این قضیه که بتونیم دارایی هامون رو به درستی انتقال بدیم؟ اینجا بحث لایف اینشورنس ها اهمیت پیدا میکنه. شاید خیلی شنیده باشید در مورد بیمه های عمر در کانادا که لایف اینشورنس ها جزو دارایی های محسوب میشن که بعد از مرگ بدون پروسه پروبیت مستقیما به دست بنفیشری یا وارث میرسن، بدون اینکه پروسه پروبیتی داشته باشن، کش تکس روی بدون پروسه پروبیت. و باعث میشه که آقا مهدی مثلا به فرض خود من $400,000 بیمه عمر دائمی دارم، این $400,000 مستقیما میرسه به دست آقا مهدی. حالا آقا مهدی خودشون میان اون $300,000 رو پرداخت میکنن که خودشون قفل دارایی ها رو باز بکنن، نذارن دارایی ها بره توی مزایده. و حالا که خودشون دارایی ها رو قفلش رو باز میکنن ممکنه نخوان اصلا یه پراپرتی رو امسال بفروشن، نخوان 2 سال دیگه بفروشن، نخوان 10 سال دیگه بفروشن و ارزش دارایی رو خودشون میتونن حفظ بکنن. درسته؟ و اینجاست که بیمه ها و حالا بیمه های عمر دائمی در کانادا اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنن که ما چجوری بتونیم به نسل بعدی تمام این تلاشی که داریم انجام میدیم و به درستی انتقال بدیم. یه کوچولو خواستم در مورد اینم اشاره بکنم که اصلا داستان استیت پلنینگ و اینها چی هستش و تونستیم یه رودمپی از این که چجوری پول سیو بکنیم، چجوری داون درست بکنیم، چجوری از ابزارها استفاده بکنیم و رودمپ خونه خریدن چی و در نهایت چه اینشورنس های لازم داریم رو کاور کردیم. امیدوارم که تونسته باشه به شما کمک بکنه. امروز دمتون گرم که ساتردیتون رو گذاشتین برای این قضیه که بخوایم یاد بگیرین. آقا بدید چیزی هست که شما دوست داشته باشین اضافه بکنین؟ نه خیلی ممنون. یه 20 دقیقه اوورتایم رفتیم و فقط فؤاد جان یه سال توی Q&A گذاشتن که آره فکر کنم یه سری اطلاعات بیشتر باید ازش بگیری که جواب بدی. نمیدونم چون در مورد گفته اگر فردی در ایران خونه داشته باشه و مالک بوده و ساکنش هم بوده میتونه FHSA باز کنه یا نه. FHSA قابل باز کردن نیستش اگر که خونه داشتن در ایران. ولی نکته داره، ما وقتی در ایران خونه داریم خب این ریکورد هاش باید در سیستم مالی کانادا وجود داشته باشه که کانسیدر بشه از به قول معروف اینکه ما پراپرتی مثلا فروختیم و این پولی که اومده مثلا از پراپرتی اومده. درست؟ در غیر این صورت شاید ریکوردی نداشته باشن که بخوام پیگیری بکنن این قضیه رو. باز هم نظر تخصصی نمیخوام بدم، اما اگر که مالک خونه بودن و اعلام شده که خریدار خونه بودن FHSA رو نمیتونن استفاده کنن، اما RRSP هر 4 سال یک بار میتونن بنفیت لون گرفتن از روش رو استفاده بکنن. یعنی RRSP میشه ولی FHSA امکان پذیر نخواهد بود اگر 4 سال گذشته باشه. و اینکه در خونه اسپاوس یا همسرشون هم که اونر بودن هم نمیتونن باشن. مرسی. میگم یه سری اطلاعات بیشتر حالا فکر کنم باید باشه. بعد اگه دوست داشته باشن میتونیم بانانمان در مورد صحبت بکنیم، سناریوی خودشون رو بررسی بکنیم که ببینیم که به چه شکلی میتونن از این حسابا استفاده بکنن. یه سوال دیگه هم که نوشته آیا PR بودن یا نبودن روی مورگیج تأثیری داره یا نه؟ آقا مهدی از آقا مهدی اینو میخواین شما جواب بدین؟ خب ببین مورگیج اینا بیشتر بحث مورگیج بروکر که جواب بده، ولی راستشو بخواین اصلا اگر PR نباشین شما وقتی خرید خونه رو میکنین یه فارن تکس بایر باید بدین اصلا که اون یه 20% روی قیمت خونتون میاره بالا. اون باید حواستون بهش باشه. قبل از اون نوشته بعد از این که داون پیمنت خرید خونه رو دادیم چند سال بعد که باز دوباره پولمون بیشتر جمع شد میشه دوباره خونه رو فایننس کرد. خب ببین سوالایی که دارین میکنین خیلی سوالای تخصصیه که باید اگه خواستین با یه مورگیج بروکر صحبت کنین، چون هر مورگیجی که شما بگیرین از جای مختلف یه سری مشخصات توی اون میذارن و بر اساس اونه که
شام میتونین. شاید یکی بره با آربیسی یه دونه مورگیج بگیره، یکی با اسکوشیا بگیره و شبیه هم باشه ولی اون فیلدهای توش فرق کنه و جواب به این سوالا متفاوت بشه. مثلا اگه خواستین، اگه دوست دارین، حالا میگم ما فقط میتونیم ریفر بدیم و معمولا طبق قانون اگه مثلا یه ریلتور یکی رو ریفر میده باید حداقل مثلا 3 تا فاینانشال ادوایزر یا 3 تا مورگیج بروکر به شما معرفی کنم و هر کدوم خواستین میتونین برین ازش سوال کنین. هم میتونم کسی که فارسی زبانه بهتون معرفی کنم، هم کسی که فارسی زبان نیست، هر جور دوست داشتین، ولی میتونین ریچ اوت کنین که من بهتون معرفی کنم که این سوالا رو بهتون جواب بدم. ولی وقتی یکی پی آر نیست و میخواد کلا خرید خونه انجام بده، قبل از اون من همیشه میگم بره با یه مشاور حقوقی توی ریل استیت صحبت کنه، چون یه سری مشکلات امکان داره براش پیش بیاد. خیلی هم عالی. آقا من یه نکته دیگه هم اضافه کنم. دوستان همه چیزایی که امروز درموردش صحبت کردیم قطعا یه کوچولو فشرده ترش کردیم. خود من به شخصه و حالا آقامدی هم همینطور یه سری جلسات اطلاعاتی داریم که بدون هزینه این قضیه رو پیش میبریم. حتی وارد دیتیل های حساب‌های مختلف، وارد دیتیل های به قول پرسونال فایننس افراد میشیم که بدون هزینه هم پیش میره و شاید بتونه اطلاعات دیپ تری برای شما به وجود بیاره و وان آن وان هم از جلسه‌ای که میتونیم داشته باشیم که اگر دوست داشتین حالا میتونیم ریچ اوتی داشته باشیم بهتون، ببینیم که آیا دوست دارید این مسیر رو با ما انجام بدین یا نه، که ممکنه حالا سوالای بیشتری وجود داشته باشه که میتونیم پرسونالی در موردشون صحبت بکنیم. و یه نکته دیگه هم بگم که ما دوست داریم که خیلی خیلی نظر شما برای ما اهمیت داره، چون در اولین وبیناری که داریم برگزار میکنیم و قرار سری وبینارهای مختلفی باشه، میخوایم یک سروی و یک نظرسنجی از وبینار خودمون براتون میفرستیم که اگر لطف کنید دیتایل بذارید و جواب بدین خیلی خیلی به ما کمک میکنه که پیشرفت بکنیم و بتونیم با کیفیت بالاتری برای شما وبینارهای بیشتری انجام بدیم که تارگت تر به هدف شما یا گل شما در کانادا باشه. امیدوارم که لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. آیا کوئسچن دیگه ای هنوز توی چت باکس هستش یا نه؟ همه رو جواب دادیم. ممنون از همگی. ویکند خیلی خوبی داشته باشین. سال نو میلادی هم پیش مبارک و خیلی خوب، خیلی هم عالی. و اینکه حساب FHC هم اگه باز نکردین حتما قبل از سال 2026 باز بکنید. طریقه باز کردنشون هم میتونیم بهتون بگیم و امیدوارم که کریسمس تایم و نیویر خوبی داشته باشید و سال با اطلاعات مالی تمام کردین، با اطلاعات مالی هم شروع بکنید سال دیگه و امیدوارم که همه چیز خیلی خوب و خوش براتون باشه. دمتون گرم که ساتردیتون اختصاص دادین. خیلی مخلصیم. بدرود. خداحافظ همگی.